من سعادتون چطوره؟ این جلسه اومدیم الگوهای عددی رو بخونیم در سطح مبتدی و اینکه یه مقدار پایش رو یاد بگیریم الگوهای عددی چی هستن و چطوری باید باهاشون کار کنیم. خب حتی الگوهای عددی دو تا مؤلفه دارن، شماره شکل. نه بذاریم یه مقدار بریم عقب‌تر. بیاین کتاب درسی رو بررسی کنیم. خب تو الگوی عددی فعالیت داده واسه شما نوشته جدول زیر نشان دهنده تعدادی دوچرخه‌ها به تعدادی چرخ‌های مورد نیاز برای تولید آنها در هیچ کارخانه دوچرخه سازی است و الی غیره. جدول رو کامل کنید. خب بعد ما میدونیم هر یه دوچرخه دو تا چرخ داره. خب پس یه دونه دوچرخه دو تا چرخ داره، دو تا دوچرخه چهار تا چرخ داره، سه تا دوچرخه چند تا چرخ داره؟ 6 تا چرخ داره. 4 تا دوچرخه خب قاعدتا 8 تا چرخ داره. خب بعد 5 تا دوچرخه 10 تا چرخ داره، 6 تا دوچرخه 12 تا چرخ داره. خب حالا بیاین یه مقدار در مورد این صحبت کنیم. چطوری ما فهمیدیم مثلا 2 تا دوچرخه 4 تا چرخ داره، 3 تا دوچرخه 6 تا چرخ داره؟ چیکار کردیم؟ گفتیم یه دونه دوچرخه 2 تا چرخ داره، یعنی عدد یک رو خب ضرب داره 2 کردیم شده 4. بعد همینطوری رفتیم جلو تا هر تعداد دو چرخه‌ای به ما بگن میتونیم تعداد چرخاش رو درست بگیم. خب چطوری به این قضیه رسیدیم؟ با ضرب داره 2 کردیم. تعداد دو چرخه رو ضرب داره 2 کردیم. حالا ببینیم فعالیتمون چی میشه. بهمون نوشته برای تولید 10 عدد دوچرخه به چند چرخ نیاز است؟ 10 تا دوچرخه، هر دوچرخه 2 تا چرخ میشه 20 تا چرخ. 20 تا چرخ لازم داریم برای 10 تا دوچرخه. 28 عدد چرخ برای تولید چند عدد دوچرخه مورد نیاز است؟ حتی ببینیم هر دوچرخه 2 تا چرخ میخواد. ما 28 تا چرخ داریم. 28 رو تقسیم بر 2 تا کنیم، یعنی عدد 28 چرخ رو 2 تا سوا کنیم از هم دیگه میشه 4 تا مجموعه، یعنی 4 تا دوتایی، 14 دسته دوتایی. خب پس 14 دوچرخه میشه تولید کرد با 28 عدد چرخ. نوشته آیا امکان دارد برای تولید تعداد دوچرخه 19 عدد چرخ مورد نیاز باشد؟ چرا؟ بچه‌ها قبل جواب من شما ویدیو رو یه لحظه استاپ کنین، جواب خودتون رو بنویسید روی کاغذ، بعد بزنید ادامه ویدیو رو ببینید. خواهش میکنم این کار رو کنید چون خیلی تاثیرگذاره تو فهمیدنتون. خب 19 عدد دوچرخه داریم، 19 عدد چرخ داریم. حالا میگه میتونیم با این 19 عدد چرخ چند تا دوچرخه کامل درست کنیم، یعنی همه چیزش درست باشه، هیچ نقصی نداشته باشه. ببینیم ما بیاین اول عدد زوج و فرد رو بشناسیم، بعد اینو چیز کنیم، حل کنیم. عدد زوج به عددهایی میگن چه میتونیم اون عددا رو دو تا از هم سوا کنیم. مثلا عدد 6، عدد 1، عدد 2، عدد 4، 6، 8، 10. میبینیم دو تا میرن جلو. مثلا همین عدد 6. عدد 6 رو ما بذاریم براتون بششیم. بذاریم عدد 2 شروع کنیم. این عدد 2. خب عدد 2. این عدد 4. این عدد 6. 4، 5، 6. این هم عدد 6. بیا اینا رو دو تا از هم جدا کنیم. عدد 2 میشه یه مجموعه، عدد 4 2 تا مجموعه، عدد 6 3 تا مجموعه. این عدد ما دو تا تونستیم از هم جدا کنیم. پس این اعدادی که اینجا نوشتیم اعداد زوجن. خب حالا بیاین یه مدل دیگه عدد بشناسیم. پس اعداد زوج شدن عددهایی که میتونیم دو تا از هم جداشون کنیم. خب
بعد یه مدل دیگه عدد داریم اسمش عدد فرد. عدد فرد چطوریه؟ عدد فرد رو نمیشه هیچ وقت دوتا از هم جدا کرد. چرا؟ چون همیشه یه دونه از ششتامون یه دونه از عددمون ناقص میمونه. چطوری؟ مثلا عدد 3، عدد 5، 1 2 3 4 5، این 3 این هم 5. بیاین اینا رو دوتا از هم جدا کنیم. عدد 3 رو من میخوام دوتا جدا کنم. یه دونه دوتایی جدا میکنم، یه دونه تچی باقی میمونه. همین دور عدد 5، یه دونه دوتایی، دوتایی، یه دونه بازم تچی منتمی برد. پس این اعدادی که اینجا نوشتیم یعنی عدد 3 و عدد 5 عدد فرده. حالا بیاین رابطه بین عدد زوج و فرد رو اصلا درک کنیم. الان فهمیدیم عدد زوج به عددی میجنجه میشه دوتا از هم جداشون کرد. عدد فرد به عددی میجنجه نمیشه دوتا از هم جداشون کرد. خب ولی حالا قضیه چیه؟ عدد زوج و فرد اصلا چی ان؟ چطوری ساخته میشن؟ بیاین تا عدد 6 رسمشون کنیم. یعنی واسه هر عدد چند تا مربع بشیم. عدد 1 2 3 4 5 و 6. این عدد 1، این عدد 2. یه دست کنیم من اینو خوشگل‌ترش کنم. عدد 1 2 3 زشت شد. یه لحظه من تازه داریم با این برنامه کار میکنم و همین داری نمیدونمش. خب عدد 1 عیبی نداره. 3 4 باید صبور باشیم واسه یادگیری. خب این هم عدد 6. بیان این عددا رو دوتا جدا کنیم. عدد 1 رو اصلا نمیشه دوتا جدا کرد، یه دونه است. کلا همین یه دونه تشی باقی میمونه همین بغل. اصلا هیچ کاری نمیشه کرد باشه. عدد 2 رو میشه یه دونه مجموعه در نظریه، یه دونه دوتایی. عدد 3 میشه یه دونه دوتایی با یه دونه تچی. عدد 4 میشه دوتایی. عدد 5 میشه دوتایی یه دونه تچی. 6 میشه 3 تا دوتایی. حالا بیاین یه مقدار به این 6 دقیق‌تر نگاه کنیم. اگه دقت کرده باشین متوجه میشید تو هر کدوم از 6 تا به صورت یکی در میون یه دونه اضافه داریم. تو عدد 1 تو عدد 2 تو عدد 1 داریم یه دونه اضافه، تو عدد 2 نداریم، تو 3 داریم، تو 4 نداریم، تو 5 داریم، تو 6 نداریم. به این عددهایی که یه دونه اضافه دارن میشن عدد فرد. به این عددهایی که دوتا میشه جداشون کرد میشن عدد زوج. عدد زوج و فرد یکی در میون عوض میشن. یعنی یه عدد زوج عدد بعدی حتما فرده. اگه عدد بعدی فرده بعد اون حتما زوجه. خب بعد این اعداد الگوشون دوتا میرن جلو. نه اینو نمیخوام بگم هنوز. یه مقدار توضیح بدم برسم سر الگو، همینجا میام الگو هم توضیح بدم واسهتون. خب آیا امکان داره برای تولید تعدادی دوچرخه برمیگردیم به همون مسئله قبلی 19 عدد میشه واسه چرخ استفاده کنیم؟ اینو یه مقدار فکر کنیم. عدد 19 رو میشه دوتا از هم جدا کرد. بیاین رسمشون کنیم. عدد 19 این بار با دایره میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. بیاین دوتا جداشون کنیم. این از پارتی چمون. من اون تایمم داره تموم میشه، 15 ثانیه از تایم یوتیوب مونده. بقیه‌اش رو توی پارت 2 واسهتون ضبط میکنم.
موفق باشید.